تا فصل پاییز و کدو حلوایی تموم نشده دست به کار شین و این کیک خوش رنگ و خوشمزه رو درستش کنین. یک کیک کدو حلوایی نرم و اسفنجی که مطمئنم اگه یه بار امتحانش کنین عاشقش میشین. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم، پوره کدو حلوایی 250 گرم یا 1 پیمانه که برای تهیه این پوره من کدو حلوایی با مقداری آب پختم و بعد داخل یه مایع‌تابه رو حرارت تفت دادم تا آب اضافیش کاملا کشته شه و کیکم رو خمیر نکنه. حین تفت دادنم با پشت قاشق لهش کنین تا کاملا یک دست شه. روغن مایع 2/3 پیمانه یا حدوداً 125 گرم، شکر 1/4 پیمانه یا 250 گرم که این 1/4 پیمانه رو من به خاطر کدو حلوایی اضافه میکنم چون حین پخت کدو حلوایی به شکر اضافه نکردم و کدو حلواییم خیلی شیرین نیستش. تخم مرغ 4 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری که من از این بیکینگ پودرای پاکتی پاکتش رو کامل استفاده میکنم. نوک قاشق چایخوری نمک و 1/4 قاشق چایخوری وانیل. برای درست کردن این کیک خوشمزه که نیازی به شیر نداریم و اگه دوست داشتیم میتونین از مقداری دارچین و گردو خورد شده هم استفاده کنیم. قبل شروع پخت کیکمون مواد رو بذارین نیم ساعت خارج یخچال بمونن تا به دمای محیط برسن و بعد پخت کیکتون رو شروع کنین. خب برای شروع من اول داخل این الک و یا داخل یک کاسه تمیز آردم رو میریزم. بهش بیکینگ پودر و نمکم هم اضافه میکنم و خوب بارد مخلوطشون میکنم و بعد مخلوط آرد و بیکینگ پودر و نمک رو دوبار الک میکنم. الک کردن آرد باعث میشه که در نهایت کیک پوکتری داشته باشیم و بیکینگ پودرمون هم خوب بارد مخلوط شه. پس این مرحله رو حتما انجامش بدیم. خب این از مخلوط الک شده آرد و بیکینگ پودر و نمک. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه تمیز تخم مرغ‌ها رو میشکنیم. من فرمم با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن میکنم تا گرم شه. و بهش وانیل رو اضافه میکنیم که بوی تخم مرغ رو بگیره. شکرم بهش اضافه میکنیم. و با همزن دستی یا همزن برقی حدود 5-6 دقیقه میزنیم تا کاملا کرم رنگ و کشدار و حجیم شه. حین هم زدنم 1-2 بار با لیسک یا قاشق خمش بزنین و دور ظرف رو تمیز کنید تا تخم مرغ خوب زده شه و کیکتون بوی تخم مرغ نده. خب این از تخم مرغ. ببینید چه کشدار و حجیم شده؟ این یعنی یک کیک پفدار خواهیم داشت در نهایت. حالا بهش روغنم اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه یا در حدی که مخلوط شه همش میزنم. و بعد پوره کدو حلوایی هم بهش اضافه میکنم. ببینیم پوره کدو حلواییم چه سفته؟ اصلا شل نیستش و آب اضافی نداره چون بعد پخت رو حرارت تفتش دادم تا آب اضافیش کشیده شه. فقط حواستون باشه که پوره به دمای محیط رسیده و سرد شده رو استفاده کنین و به هیچ عنوان پوره گرم رو به مایه کیکتون اضافه نکنین. خب حالا با همزن مخلوطش میکنم تا کاملا یک دست شه. من کدو حلوایی با موادم مخلوطش کردم. از این مرحله به بعد همزنم رو میذارمش کنار. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر و نمک رو الک میکنم و تو 2 مرحله به مایه کیکم اضافه میکنم و مخلوطشون میکنم. نیازی نیست که خیلی بیش از حد همش بزنین. همین که آرد با مواد مخلوط شه و گوله گوله نمونه کافیه.
خب مایه کیکمون الان آماده است. ببینید چقدر خوش رنگ و پاییزیه. من قبل اینکه شروع به درست کردن کیکم کنم، قالبمو با حدوداً 1 قاشق چایخوری روغن چربش کردم و کاغذ روغنی انداختم و روی کاغذ روغنی من چربش نکردم، چون اگه از روغن زیادی برای چرب کردن قالب استفاده کنی، کیکتون زیاد پف نمیکنه و خراب میشه. خب حالا مایه کیکم میریزمش داخل قالب. حواستون باشه که قالب رو کاملا پرش نکنیم و اجازه بدین که حدود 1/3 خالی بمونه تا کیک جا برای پف کردن داشته باشه. خب حالا چند بار قالبم رو میکوبم به سطح کارم تا حبابای داخل مایه کیکم خارج شن و میذارمش طبقه وسط فری که یه رب با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم شده تا کیکم به مدت 50 الی 60 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد بپزه. قبل 40 دقیقه هم در فرو باز نکنین تا پف کیکتون نخوابه. خب اینم از کیک خوشرنگ کدو حلوایی ما. ببینید چه خوب پف کرده. اجازه بدین که از داغی بیفته و بعد از قالب خارجش کنین. به جرئت میتونم بگم که این کیک یکی از خوشمزه ترین و خوشرنگ ترین کیک هست. یک کیک خونگی که بدون استفاده از رنگ مصنوعی به این خوشرنگی در اومده. اینم از بافت بی‌نظیر کیکمون. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.